ما تو روسیه به جای استفاده از وزنه از دخترای روس استفاده میکنیم. استفاده از دخترای روسی خیلی راحت‌تر استفاده از دمبله. استفاده از هالتر از دخترای روس استفاده میکنیم. دخترای روس واقعا مهربونن و تمرین باهاشون یه چیز دیگه است. مهمترین چیز براشون هیکلشونه و خیلی بهش اهمیت میدن. اصلا با این دوستای روسمون متوجه زمان نمیشی. داداش اگه فقط تمرین میکنی و تهش هیچ کاری نمیکنی یا صبر ایوب داری یا چیز معیوب، داداش تمرین و ولش، فکر انتقام باش. انتقام عهدنامه گلستان و ترکمنچای از این نامردا بگیر، جوری وسط بشکو بکنی جز این کاری ازمون بر نمیاد. انتقام ما رو از این نامردا بگیر. دمت گرم.